اگر میخوای ماشین خودتو بسازی با من همراه شو. سلام، خیلی خوش اومدیم به این کانال. حسین هستم، طراح خودرو، و اینجا جایی هست که میتونی ایده‌هاتو تبدیل به واقعیت کنی. برنامه هفتگی که در اون قصد دارم کلی ترفند آموزشی خفن و همراه 0 تا 100 روش‌های ساخت و تولید خودروهای دستساز و همچنین نقد و بررسی کارخونه‌های حوزه تکنولوژی خودرو رو باهاتون به اشتراک بذارم. لطفاً تا آخر این کلیپ با من همراه باشید و اگر تا اینجای کار براتون جالب بوده لایک کنید. خب، با من همراه شو و ماشین خودتو بساز. اولین قدمی که باید سراغش بریم هدف گذاری محصول هست. اینجا صرفاً نمیخوایم یک محصول واسه تفریح خودمون بسازیم، بلکه میخوایم ایدمون رو تبدیل به کسب و کار فعال کنیم و ازش درآمد کسب کنیم. پس باید اصول راهنمایی طراحی خودرو و هدف گذاریمون رو درست انجام بدیم. اولا ایده پردازی هر کسی فرق میکنه. پیشنهاد میکنم برید سراغ ابتدایی ترین ایده‌تون که همین الان با بودجه و شرایط کارگاهیتون امکان پذیره. از کم شروع کنید و برای محصولتون استراتژی فروش تعیین کنید. نتایج رو در روز روی کاغذ بنویسید و مرور کنید و هرگز عجله نکنید. کار زمان بری هست و اگر میخوایم اصولی پیش برید که در انتهای کار خودتون رو سورپرایز کنید، حتما استمرار داشته باشید و در آخر خودتون رو با کسی مقایسه نکنید و تمرین و تلاش کنید که بهترین نسخه خودتون رو ارائه بدید. این چند شرطی که گفتم اگر رعایت کنید خیلی راحت از امروز میتونید فعالیتتون رو استارت بزنید. منم در کنارتون هستم و سعی میکنم تمام ترفندهای این کار رو در اختیارتون بذارم تا با هم شاهد خلق ایده های زیباتون باشیم. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدی و خوشت اومده ازتون خواهش میکنم برای ویدیو لایک بزنید، چون لایک زدنتون باعث میشه این ویدیو مقابل دید افراد بیشتری قرار بگیره، افرادی که مثل شما دوست دارن ایده هاشون رو عملی کنن و کسب و کارشون رو استارت بزنن. جدا از اون اگر میخواید آموزش‌های بعدی رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم که کانال رو سابسکرایب کنید که بعد از این که ویدیوی جدید گذاشتم از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشید. خب حالا میخوام در مورد یک سری موضوعاتی مثل ساخت باگی چقدر هزینه لازم داره، لوازمش رو از کجا تهیه کنیم، برای ساخت شاسی چه ابزاری نیاز داریم، فایبرگلاس رو از کجا یاد بگیریم و فوتوفن‌های اینچنینی در موردشون صحبت کنیم. برای ساخت باگی هزینه‌های متفاوتی داریم که از 35 میلیون میشه شروع کرد تا چندین میلیارد. سعی میکنم از ابتدایی ترین محصول شروع کنیم، ولی اصول رو تو بسته طراحی رعایت کنیم که محصول کاملا قابل عرضه به بازار باشه و بشه کامل به عنوان یک برند معرفی کرد و ازش به درآمدزایی برسیم. خب یه گریزی بزنم به جمله قبلی، اونم اینه که یادمون نره این روش تولید هست که هزینه ها رو مشخص میکنه و هر چقدر ایده هامون رو روی کاغذ ساده سازی کنیم هزینه هامون پایین میاد. و اما فایبرگلاس، اگر تا الان کلی کلیپ دانلود کردی تا یاد بگیری که چطور فایبرگلاس کار کنی و تکنیک های ترکیب مواد لایه‌چینی دستی رو آموزش ببینی ولی موفق نشدی، اشکالی نداره. اگر کانال رو ساب کرده باشی حتما نوتیفیکیشن دوره رایگان 0 تا 100 باگی که کلیپ هاشو تو آینده آپلود میکنم از دست نمیدی. قراره تو این دوره در مورد هزینه های تولید، انتخاب متریال و روش های ساخت با هم کلی صحبت کنیم. حالا بریم سراغ معرفی یک سری مواد مثل رزین پلی استر غیر اشباع، کوبالت، پروکساید اسید، پودر اروزیل، واکس، خمیر رنگ، ژل کوت، تنظیف، قلمو، تینر، الیاف سوزنی خشک و روغنی و الیاف حصیری که لوازم کاربردی قطع زنی دستی فایبرگلاس هستند. دوستان حتما زیر این کلیپ برام کامنت بذارید و بنویسید چقدر با این مواد و ترکیباتش آشنایی دارید و آیا تا به حال فایبر کار کردید یا نه. در انتها ممنون از اینکه تا این قسمت از ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم مطالبی که در موردشون صحبت کردیم برای شما مفید بوده باشه و قول بدید که حسابی روی ساده سازی ایده هاتون کار کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.